برای طراحی دستگیره مخفی از جنس MDF اینجا یک محدودی 7 سانت رو در نظر میگیرم و این قسمت با ابزار تیپ مژر یک فاصله ای رو در نظر میگیرم. سوالم از شما اینه که شما این فاصله رو چند در نظر میگیرید؟ یک رکتانگل ترسیم میکنم، پی رو میزنم این قسمت تو خالی بشه، خطوط راهنما رو حذف میکنم و این دبر رو هم فعلا هایدش میکنم. این قید باید بیاد عقب‌تر، اینجا قرار بگیره. یک رکتانگل اینجا ترسیم میکنم، شیفت و F رو میزنم و یک رکتانگل دیگه هم اینجا ترسیم میکنم، دوباره شیفت و F. حالا بعضی از کابینت سازها به این روش دستگیره رو اجرا میکنن و بعضی از کابینت سازها برش 45 درجه میزنن یا فارسی بر میشه این قسمت. 1 سانت و 6 میل بیاد پایین تر و من میتونم از پلاگین S4U اسلایس استفاده کنم. این قسمت نمای رایت رو انتخابش میکنم، این دوتا قطعه رو انتخاب میکنم و اینجا یک خط ترسیم میکنم. قسمت های اضافه رو هم حذف میکنم.